به نام خداوندی بخشنده و نهایت باره. از مناقشه های گذشته علاقه همه آگاهند. به گذشته صلوات میگوییم و دعا میکنیم که پروردگار به هیچ کس چنین روزهای سخت را نشان ندهد. زیرا که در نتیجه چنین مناقشه ها مردم نه تنها خانه و در و مالکیت را از دست میدهند، بلکه صلح، آرامش و حتی حیات خود را. این کس مادر تاج‌الدین عبدالقیوم، یکی از شهیدانی که برای حفظ وطن جانش را فدا کرد. السلام علیکم. مادر جان، چه شما؟ اولاکتون خوب است؟ همه ناز؟ اولاکتون خوب؟ مادر جان، همدردی ما قبول کنید. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند گذشتگی را مغفرت کنه. خداوند روح گذشتگی را شهیدا شاد کنه. واردی جنت الفردوس گردان. امین یا رب العالمین. دولتکای پیرت شمهان که باید میبره دار ایره دار شیطان من باید. امین امین مادر جان. چه حال دارد مادر عزیز؟ حالم اکو بد احمد بچه غمگین نشه مادر جان. خداوند صبر جمیل کنه. آخرون بار کی دیدت بشه؟ آخرون با یک هفته پیش دیده بودم. من خواهرشان دو من این دختر کمانده تلفن کرد که ما باید قرباغ آنده بودم. آخرون زنگش بودم وقت؟ ها زنگ دعا دادم و همون گتی تلفن نشد دیگه. تلفن کنم نبرداشت ساعت 5 ساعت. فهمم مادر جان. خداوند صبر جمیل تون که. مادر جان عزیز، من اصلا ژورنالیست نی. من همچون یک فرزند و مادری نزد مادری پرشکسته آمدم که اندکی هم باشد در چونده سبوکی بیاریم. این نامه از جانب بندگان خدا یک بار کشاده بینید. $5000 سومان در داخلش برای شما مادر جان. خدا خواهد دروازه تانم در دوام روز آمده ساز میکنم. خب انشاءالله. من میدونم مادر جان که عین حال در دل شما بغیر از عبدالقیوم جان هیچی نمیخنجه، لیکن اگر خدمت از دست من بیا یگان چی نیاز داشته باشه لطفاً گپ زنیم و اجرا کنیم. یگان کار دیگر کنیم براتون مادر جان. آرام آرام. دعای شما و اجازت شما ما استاد کردیم. خدا خواهد دعا کنه که همیشه وطن عزیزمون تنج باشه، وطن همسایه هم تنج باشه، در عموم تمام روی زمین تنج باشه که یگان مادر درد و فراق فرزندش نکشه. الهی دعا میکنم همه وقت سر دستر خواننده سینه من خیزه من دعا میکنم. یک دعا میدادیم و میرفتیم مادر جان.
حاضر می یک دعا کنیم ما میریم. بلش بچه جان تن جاناتان رو صاف کند الهی کشایش کاراتان تیرد سرکاتان حسن کند همیشه دستاتان بالا شود زمانی که تنج کند رسیانگی ها جمله بنده تن جان صاف کند و کشایش کارش رو دیله میخوای بندگاه دنیای بودگی بنده های پاسهانایم الهی سر کارشان حسن کند و جانشان صاف کند و گوده که کایم رحمش خورد پروردگار الهی تن جانشان هانکایم الهی گشته برگشته صاف کند و کشایش کاراتان تید و نیبره داره ای بره داره آمین یا رب العالمین. رحمت کنید مادر جان. انشالله باقی مانده کمک هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان شده ایستاده است. خداوند حکومت جمهوری تاجیکستان هم در پناهش نگهبان باشد. هم مهاجرایی که بی‌طرف نیستند هم صاحبکارای وطن دوست و سخاوت شود. با اجازت شما ما می‌خیزیم مادر جان. خوب در امان خدا باشید. از پناهتان به خدا بسته جان الله نگهبانتان. بسیار غمگین نشید. نگهدار شما بکنم بسیار غمگین نشید مادر جان. خوب الله نگهبانتان. دنیا را زیر پایش مانیم هم اگر سوزش فراق فرزند کم نمی گردد. پروردگار مهربان به برادرمان عبدالقیوم فردوس را نصیب گرداند و به خانواده اش صبر جمیل عطا کند. این کس مادر جمشید جان، شهیدی که برای محافظت خانواده‌اش جانش را فدا کرد. خدا فرزندتون را رحمت کنه. جان وای بیبی جانن مرا من بیده نمیدانم بیبی جانن مرا خود از 14 بچه‌ش مردگی بود. آرام شد. جان آید مرا 32 ساله. آرام شد. جان میلش من با شکر خدا میکنم. خدا وطننده جان داد میلش نگیره. میلش شکر خدا الهی آخرتش آباد کرده باشد الهی قطار شهیدان دانسته باشه خدایی که مهربان خدا امید میکنم. آمین مادر جان خدا خواهد جمشید جان انشالله شما در جنت به انتظار شود. الهیم 4 تا بچه‌ش برفته گه خودش بیست. این فرزند دارد جمشید جان فرزند دارد؟ یک 4 تاش برفت یک 5 ساله های انون امید خانه گوید و یا اون پالوش بمیره. چه خیلی تو خواهد جانی من؟ نه؟ نامت چی؟ امیده خان. او دختر جمشید جان میشی؟ با جانش برابر بود وای بیبی جانن مرا. چی گفتی فردا؟ دادا چی گفتگی بود؟ دادا و مکتب کمتک میبرده کودم. چی خرم تو با؟ مکتب کمتک. من دادات گفت که دختر من رفته بین چیز میخواد اجرا کن. چی خرم تو با؟ مایلش گویی چی میخوای؟ چیزی گرانتیاش بود. ویلیک میخوای می؟ یا سمکه؟ سمکه بگیریم؟ تمام جان سمکه میگیریم ماشاءالله میدفعون با سمکه میگیریم انشالله خدا مادر جان من روزنامه نگار نی من خطبر از جانب بندگان خدا به نام شما مکتوب نامه آمدگی هست
مایلش اینه جان این جان هزار رحمت هزار من می بودم این ببودم جان همه تا مزارم همش میگذاره مادر صبر باش من با خدا بشکرم شهید شده که قطار همه عسکر که مایلش با صبر باشه مادر جان همش میگذاره خب آرام شوی لطفا ما هم فرزندایش جان همینه که خدا کلام کند مایلش انشالله ما خبر میگیریم با امید مایلش خدا بشکر با دعا و اجازه شما ما بچه ها مایلش دعا میکنم خدای مهربان همه خدا نگاه دارد بچه یکاش خانو درش خدا نگاه دارد انصاف و توفیق همه خدا امید میکنه همه همین جنگند گذشتگان قطارکا شهیدای اعلی دانسته باشه خدای مهربان خدا کد امید میکنه دیگه این تین روزای گنده نبینیم آمین بیا امید هم رحمتی و هم جنتی کرده باشد همشون من شکر میکنم خدا بشکر آمده خبر گیتاسی همشون خدا بشکر مایلش خوشبختانه حال خواهرچه امان تلخی حالت را پورا درک کرده نمیتواند. دعا میکنیم که پروردگار به امید خان عمر دراز و پربرکت عطا کند و به خانواده اش صبر جمیل نصیب گرداند. خانه نوبتی هم در مناقشه ضرر کلان دیدگی هست. هزاران شکر که همه سالمند و ساختمان الکی رفته ایستاده است. السلام علیکم. سلام بیدیکو جون. خیلی خاله جان خودم چه شما؟ احوالاتتون خوب می؟ دایم سال چه بیتون هم میگفتم هیچ روز کمی نبیدم. بعد بینی نبیدم. مصیبت سخته نبیدم. چه گپ شد مادر جان؟ همین تلفن شده بود که بچه‌م این بابا خان ما ماشین به ساکره گیته گرفتن برده کجا یافتم ما جا به جا کردن سانه کلیندا رفته یادگاریش که پیچر من کسی دیگه بودم نگفت پرسم تگی پرس کنم سانه همین خیر گفت 2 روز گیستم و مردک جمع کردن که سر زنده باشه چیزی آب میشه نگی با ساختمان کرده ایستاده نه؟ اینجا انم اونجا ها لخ شده که انو ایسن ایستاده ایستاد خنوک آمد بسن شده ایسن حبلی بار میگفتم موندی مکان نمیتونیم کنند بچه هم اوال شد من این خانه آینه که لخ درا لخ بود بچه برده همیشه ریماند کردم مایا جا به جا کرده با گرفته آمد و قریبه که تابه شدن خونه قطعه موهای برده بنیسه رو با دادر شکردیم من خوابانده تا ما آمدن شخ میکنیم اوبال شدی تا گفت ساز خلق قشلاق من می ندار رئیس جماعت می ندار رئیس ولایت می ندار رئیس جمهوری امام علی علم صدق بدار تا دنیا بدن باشد و رئیس جماعت دعوتاشون دیده دلم سوخت فرزندم با اینکه همون قبشتی ما بیام میدم آرام شای آرام شای عشق چرک خداوند صبر جمیل تان الهیم خداوند برکتیتان خداوند دائم تنجی و امانی باشه که شما باری مادر جانو ضرر نبینه و پدر الهیم شما بم تنکاتان و ساخنت این روزی که می بچه تنکاتان و ساخنت من این هدیه برای شما با این تیمیته تامی همه چیز دادی تانو شده بینید
هزارها هزار رحمت بچه کن شده بینید مادر نبینم سه مایلش بسرم هزار رحمت خداوند گردم یک کاتون سخت کنه دو هیچ روز کمی نبین تا داغ درد نبین تا بچه مادر جان من روزنامه نگار نه من یک رساننده از جانب بندگان خدا ای جانا این لایم صدق به درای بچه کم بچه بر بچه تان روز کمی نبینه که شما اپیش ما مقابل کنه ما از راه دور برای شما آمدیم چون فهمیدیم حالتتون خوب نیست برای ما آمدیم که از رحمت بچه کم آرام شد مادر جان زیق نشه اومد همش میگذره تنکتون سوا کنه بچه جان هیچ روز کمی که نبینه هم یک کاتونه اوهم اپیش دیگه ما هم خوشم ها غم خوری کرام دیتو با اجازه زدوی شما میریم مادر جان خوب مالش لم تنکاتون صاف کنه دو خاندان بچه کچاتون که هیچ روز کمی نبینتون دایم سربلند گریتون هزار رحمت بچه کم هزار رحمت بچه الان نگه شکر پروردگار از این خانواده کسی دنیا را ترک نکرده است. ضرر تنها در خانهشان رسیده است. السلام علیکم. ساز نازه شینی توجه شینی. خاله جان سلام علیکم. صحت سلامت شما. حالتون خوب؟ چه حال داره؟ همه نه. سلامتی و چه خیر؟ از خانواده یکم که ضرر ندید؟ نه خدا باش. همه صاف و سالم. گرفته. شکر خدا یگان کس ضرر ندیده باشه همین یک دولت باقی مونده همش میشه مهم سلامتی هم خیلی نیست هر قدری که بسیار ناراحت میکنه و به خاطر آوردن میگیره سلامتیتون بدتر میشه انشاءالله همش گذرنده هست خداوند بنده دوست داشتهش میسنجه همین خیلی نیست خداوند مشکلاتون آسان کنه انشاءالله بسیار خودتون زیق نکنه ما اصلا توجه من روزنامه نگار نه ما به نیت نیک پیش شما آمدیم به نام شما اندکی کمک از جانب بنده های خدا آمدگی هست همون قبول کنه یک کشاده بینه کشای بینه شو همون میتونم صاف کنم یعنی که شما هم صاف کنید همون ده نمیزنه هیچ جا جمع نکنم دیگه خداوند شما بارا کنه شما دعا کنید آمین گیره نکنه توجه جان همش میگذره همش نقض میشه انشاءالله خداوند همه وقت تنجی اصول باشه که یگان پدر یگان مادر رنج نکنه نمیشه گیره نکنه توجه با دعایش من رفتن میگیرم خب مالش مادر جان حضرت ایلای بچه کاتون بین ایلای بچه این خوشبا شده نور بارا پروردگار حاجی شدیدو سبساله شدیدو خدا مویم ایلای خانه خدا مالش مادر جان الله نگهدار آمین خب الله نگهدارتون شما خیلی ناراحت نشوید مهم که جان سالم باشد دیگرش به خواست خدا یافت می شود خدا خواسته باشد روزهای نزدیک برای تعمیر این خانواده کمک جدا کرده می شود. خانه به خانه گشته یک چند عائله دیگر را خبر گرفته مکتوب‌های خرسند بخش را رساند. سعادت میشم. سعادت میشی ماشاءالله. نه ترسان؟ تو با چیز رو نمیترسی ها؟ نه. همش نقل میشه.
اینجا امون شد. البته صف ضرردیدگان کم نیستند. اما هزاران شکر حکومت جمهورمون کمک لازمی را پیشکش کرده ایستاده است. همزمان صاحبکاران وطن دوست و سخاوت پیشه، مهاجران مهنتی و تشکیلات‌های خیریوی به قطار حکومت بی‌طرف نشده بهر وطن و هموطنان خود خدمت کرده ایستادند. رفت کار علاقه شروع شدگی هست. خشت‌ها را به خانه‌های ضرردیدگان تقسیم کرده ایستادند. کم هم به خانه ضرردیدگان تقسیم شده ایستاده است. ساختمان خانه ها علاقه شروع شدگی هست و مردم دست جمعانه به ایست به آبادکاری مشغول. دعا میکنیم که پروردگار نافهمی ها را دور گرداند و همیشه میان ما و همسایگان همسرحد صلح باشد.